این کاغذاشه. میری ایناشش بالا که نمیشه. اینجا میرسیم به این یارو که نجاتش ندیم بهتره ولی خب ما سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. این قسمت دوم سری هالو نایت یا همون موبایل تو خالی خودمونه. و خب قسمت قبلی اومدم از این یه قدرتی گرفتم که برای رفتن به منطقه بعدی استفاده میشه و خب این منطقه که ویزه رو هم از پاس اصلیشو زدم دیگه، چیزی نیست که ریسک کنیم و بریم منطقه بعدی. برای اینکه بریم منطقه بعدی باید بیایم اینجا. باید یکم از اینو جمع کنیم. از این سولا لازمه برای اینکه بریم منطقه بعدی. اینجا میایم و میبینیم که اینا دوباره یکی از اینای سطح رو میبینید. بله اینو بگیرم، این چیزم کامل شد. دوباره سولامو پر کنم. اینم از سولا. دوباره میریم یکی دیگه بزنم. اینجوری منطقه بعدی باز میشه و الان ما فعلا که چیزی اصلا میریم و این منطقه نیست. الان دیگه نقشه از این منطقه نداریم و روشن هست مسیرهای سخت. بعد فرم حواستون باشه، مراقب این باشین. مسیرهای جذاب و مشکلی داره. به شخص خودم از این منطقه خیلی بیشتر خوشم میاد. اینجا یک ریز استراحت میکنیم ولی نقشه متاسفانه نداریم. به مسیر ادامه میدیم. این چیزی که دیدیم هورنت قراره بشه انگار باس اصلی این منطقه. اونجا که من بازی کرده بودم انگار
میزنیمش ولی فرار میکنن. احتمالا در آینده هم باش درگیر بشیم. دارم خیلی دنبال اون چیزه میگردم. بنده خدا دنبال اون نقشه کشید تو همین منطقه نقشه منطقه رو ازش بگیریم که دوباره شروع کنیم به گشتن توی این منطقه. یادم همین جاها بود باید بگردیم. اینا کاغذاش اینجایه. میای میریم اینجا. اینم میکنیم که بتونیم بریم از اینجا. انگار شورتکات طوره. این کاغذاش میریم ایناشش نقشه میخریم. این هم نقشه منطقه که باید بازش کنیم. اینجا میریم پایین. میرسیم به این قاره. میریم جلو و مثل که این یاروی شکارچی بوده، دفترچی داده، حالا توش انگار یک سری مطالبی نوشته راجع به موجودات کرما رو نجات بدیم. میره پیش باباشون رو میتونیم. ای بابا میتونیم از پدرشون انگار پول بگیریم. درزم یادم رفت بگم اول ویدیو، الان یادم آمد که اگه نظری چیزی واسه این که من میدونیم دیگه تازه کارم، واسه این که بتونم پیشرفت کنم، اگه نظری چیزی داری حتما بگین، خوشحال میشم. سعی میکنم که درستش کنم. که کیفیت کار و چیزم بیشتر بشه و اینکه دست نوشته ای فکر کنم بود. این پایین که بیایم این سمت بریم، یه صندلی هست بشینیم و ست کنیم روی اسپانو و به پایین مناطق زیادی پایین میشه رفت. پایین فکر کنم بریم میشه منطقه بعدی که بعد برای اینکه بریم به اونجا یک مهارتی مثل همین
مثل همین حرکت مثلا یاد بگیریم که بتونیم بریم. اگر نه سخته و رفتن بهش غیر ممکنه. بالا که نمیشه رفت، پس همین پایین رو میریم. حواستون به اینا باشه. چیز جالبه یعنی میزنشون اینجوری کوچولو هست، این ظاهر حسناتی دارن. به ضربه میکشتشون. از این برو نمیشه. اینجا یکی میره به بالا. ما چیه؟ و میرسیم به این بالا. از این بردر میشه ولی ای بابا، ولی من میخوام برسم به اون صندلی اون وسط. بری اسپانم رو ست کنم. لازمه این یه دریه، باید احتمالا بله پول بدیم که باز شه و میشینیم اینجا. نقشم که این منطقه کلش رو تقریبا گشتیم. حالا باید بگردیم حالا چیزهای دیگه، راه های مخفی و اینجور چیزا. این ور میریم. خب نمیشه رفت این ور، نمیشه. باید بریم از اون ور دور بزنیم بیایم که انگار مسیر رو باز کنیم و میریم اینجا. این هم نگاه میکنیم چیزا. بعد اینو بزنیم. از این استفاده کنید یعنی سخت زدنشی. اول اینو بزنیم. تمام. این دفعه راحت تر زدیمش. ولی خب دفعه بعدی اگه اومدیم از همینجا یه در بسته نمیشه و دیگه راحت میتونیم ازش بگذاریم.
اینجا یک کم تو مایه های همون منطقه قبلی میشه. فضا، موجودات. اینجا میرسیم به این یارو که نجاتش ندیم بهتره ولی خب ما اومدیم نجاتش میدیم. پایین بیایم چیز بگیریم. ای بابا به حرکتی فکر کنم پاک شد. بهتر مرد. من فکر کنم باز حساب میشد. خب پول خوبی داد. چیزیه. الان میرسیم اون بالا که اینجا هم یکی از اینا بود که متن جالبی نوشته. درگیر نمیشم تو این چوبه. نه الان این شورتکات رو زدیم دیگه نمیخواد این مسیر که از این بالا که من نشون نمیده. البته از این بالا که اومدیم و بریم دوباره فقط کافیه که از همین منطقه بیایم و از این ور بیایم و اینجا تمام. اینجا یک دری اینجا شده هست. این مهمه. اینجا منطقه بالا که نگاه کنیم اضافه شده که انگار همون مسیر بود که دور زدیم. اینم باز کنیم که ترول هم باز بشه. الان میتونیم ترول کنیم برور. الان تنها چیزی که مونده اینه که باز این منطقه رو بزنیم و بعد قابلیت دش رو از این باز بگیریم. فکر میکنه که من دنبالشم. خب با همین با هم درگیر میشه و فکر میکنم انگار میخوام بکشمش. البته فکر کنم چیزی بود که از حرفاش فهمیدم. اگه بتونم برسر بکشمش خیلی خوبه، چون وقتی سه قبل که خودم بازی کردم خیلی سر ازش خوردم.
خورد. نشد که بشه. زدمش. قرار میکنه حالا میایم ما اینجا یه بررسی میکنیم و ردای بید داخلی میتونیم بدیم، دشت بزنیم و چیز کنیم. بید خیلی چیز خیلی خوب بگیریم. یه دفعه یه چین صحنه میاد آیا ما رو میشه. این ستا فکرم خدای چیزی هم حالا نمیدونم دقیق، ولی خب به اون تخم سیاه یه دقت کنین، یک چنین طرح ماسک اینا روش بود. رو بر باید بریم. دیگه برمیریم ببینیم چیه. دریا چیه باش در بشم میان پیشیم. اینجا هم یک چیزه واسه این منطقه هم که زدیم. فقط میخوام قبل از اینکه ویدیو رو چیز کنم یک چند تا آیتم هم بخرم که این بار قسمت قبلی دارش کردیم از خواب و جوشید دارید چی کتا آیتم میفروشه. خب یه تیکه نقاب دارم لازمه، میتونیم جمع کنیم تیکای نقاب و خب گونمون رو زیاد میکنه و اینا هم که اینجور چیزا هم تخم گندیده داره. این هم هست، این خوبه. خب پول کافی رو نداریم پس بخیال میشیم. میریم پایین. خب بار میگردیم مسیر سبز و مسیر سبز. راه رو نگشتیم داشته باشیم. اینجا میرسه انگار ده هست میرسه این پایین یه خاراب و برا نمیدونم چیه. ای بابا ای بابا
از اون بالا هم یک مسیری هست که انگار فقط باید این قابلیت رو داشتیم که بتونیم چیز کنیم و اگه خواستیم بریم منطقه بعد اون سمت راست جای اون پایین به اون صندلیه اونجا میتونیم از اون مسیر بریم یک منطقه بعدی که انگار منطقه اون جالبیه. از این منطقه میخوام برم اون سمت، اونجا یک خونی هست خیلی خوبه. البته اگه فکر کنم آره همونجا یه پرکی هست که انگار واسه چی بگم ای بابا نه حواسم به این نبود. انگار واسه وقتی که انگار دمیج میخوریم، الان دقت کنیم دمیج بخوریم بخوایم جونمون رو زیاد کنیم باید یک صبر کنیم دیگه. خب تو اون موقع مثلا یکم ضعیف قابل چی میگن میتونیم ضربه بخوریم، ولی خب اگه اون پرکو بذاریم دیگه ضربه کاری محافظ مانندی دورمون رو میگیره و نمیذاره ما دمیج رو بخوریم. پرک خوب و مفیدیه ولی او میرسم این هم از این حرکت میتونه بزنه. ای لعنت بهش، خوب این بار از این یارو خندیده میخورم. ای پدر شهرسری دارم از این میخونم یادم میره. بخیال دیگه خسته شدم خیلی ازش خوردم دیگه. این قسمت چیز کردیم، حالا انشالله قسمت بعدی اگه چیز شه میرم اون بالا و میگیرمش اون پرکو. همون اون چی بود اسمش، همون یارو چیزه رو میگیرم و خب چیز دیگه نمیمونه. قسمت بعد میبینمتون. خدا نگهدار.